Akay Mirzo Ustarbes, Akay Farruh Ustarbes. 1, 2, 3. Бародарои хурдарам не алега бинем. Рутона ишкнене қад бародаро бинам то. Акай Фарух Ustarbes. لیکن این من برای این نآمدم. حبیبی خدا چی گفت؟ آمدم برای شما آسانی بیارم. پس ما کی هستیم؟ ما شخصانی هستیم که میراث پیغمبر، علم پیغمبر را برای خود گرفتیم. ما نیز فردا مردن داریم. ما نیز در پیشگاه پروردگارمان راست میشویم. ما نیز امروز با شما سلام علیک داریم، نان شما را میخوریم. وقتی حقیقت که به گوش شما نرسانیم، آیا ما در پیش خداوند شرمنده و خجالت نیستیم؟ همه این از جمله اسراف است، از جمله اسراف هستند. شما یقین دانید که خداوند در قرآن ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. پروردگار میگوید ببین ای بندگان خدا، اسراف نکنید، زیرا این که من که خدای شما هستم اسرافکار دوست نمیدارم. اسرافکار دوست نمیدارم. وقتی خدا که دوست نداشت میدانی حال تو چی میشود؟ و ما همیشه دعا میکنیم که خدایا محبت ذات خودت را در دل ما جای کن. خدایا ما را محبوب ذات خودت گردان. خدایا ما را دوست دار. خدایا ما را مهربانی کن. خدایا ما را پرورش کن. خدایا ما را از همه مشقت ها نگه دار. پس ما از این دعای خودمان الکی ببین چیکار کردیم؟ باز اسراف داریم، عملی را داریم که خدا با این عمل ما را بد میبیند و ما مهربانی نمیکند، ما را دوست نمیدارد. الله میگوید شما یقین دانید که اسرافکار برادر شیطان است، برادر شیطان است. و یقین دانید که شیطان در نزد خدا کافر است. شما با کافر رفیق هستید.